I'm from outer space. I got Milky Way for blood. Evolution in my veins. آره بازم منم باز اومدم واسهتون این سری دیگه ماشین نه، این سری اومدم موتورا رو واسهتون بگیرم. کلا رو بگیر $800 پول کلا. چقدر میشه الان؟ 45 میلیون، نه 50 تومن، 50 میلیون فقط پول این کلا است. موتورا رو بگیر. اینا MVP زیر مجموعه کمپانی بنلیه. اونا بنلیه. MVP اومده زیر مجموعه کمپانی بنلی موتوراشو زده. قیمت موتورا رو بگی $5900 قیمت اینه که تقریبا مثلا بگی اصلا $6000 میگی میشه 360 میلیون تومان قیمت اینه که 195 تا حد اکثر سرعتشه، 51 اسب بخار قدرتشه و 488 سی سی موتورشه که 2 سیلندره. اینم یه MVP دیگه. بیا از این ور MVP رو بگیر. این خیلی خوشگله، خیلی رخ داره. قیمتش $9500 که اصلا بگیم $10,000 مثلا کنید سولش 550 میلیون تومنه. 262 کیلومتر حد اکثر سرعتیه که میتونه بره. 96 اسب بخار قدرت داره. 997 سی سی 2 سیلندر. موتور دیگه قیمتش حالا خودتون در بیاره دیگه. با 300 تومن چه موتوری میتونید شما سوار شید؟ هیچ موتوری نمیتونید سوار شید. بی بنلی ها رو حالا بگیریم. یه بنلی، دو بنلی. راستی کاپشن رو من دیدین اینجا بهم دادن. کاپشن 4X لارج. موتور سوارا حتما باید یه همچین کاپشنی داشته باشن که وقتی میخورن زمین به هیچ عنوان آسیب جدی دیگه نمیبینن. آرنجشون نمیتره که نمیدونم اپوش سرشونه ها همه اینجا محافظت میکنه کامل ازتون. خب اینم یه بنلی دیگه است. قیمتش $8500. 224 کیلومتر حد اکثر سرعتی که این موتور میره. 76 اسب بخاره و 754 سی سی 2 سیلندر. این بنلیه. این بنلی هم بگی این به نظرم خوشگل‌تر از بقیه بنلی‌ها بود. قیمتش $6500. 216 کیلومتر حد اکثر سرعت، 47 اسب بخار قدرتشه. این قدرتش چقدر کمه. 500 سی سی 2 سیلندر. قیمتش به پول ایران تقریبا میشه 400 میلیون تومان. قیمت این یعنی 400 میلیون. بعد یه چیزی هم بهتون بگم، تو کل گرجستان این موتورا رو فقط میتونید توی این فروشگاه پیدا کنید. این سمتو بگیر. اونو بنلی‌ها بود تموم شد. اینا میشن انوی آگوستا. انوی آگوستا یه برند ایتالیاییه که هیچ جای گرجستان نمایندگی نداره بجز همین فروشگاه. انوی آگوستا که قیمت موتوراش فوق العاده بالاست. به عنوان مثال همین اولیش رو بگیر. قیمت 27500 یورو. مدل 2023 1000 سی سی 4 سیلندر 208 اسب بخار قدرت داره و 186 کیلومتر نهایت سرعتیه که این موتور میتونه بره. نمیدونم قیمتش زیاده نسبت به چیزی که من دارم حالا میبینم. حالا ببین یکی رو بگیر. موتور آتش نشانیه فکر میکنم، رنگش یه جوری که شبیه آمبولانس یا آتش نشانی. این قیمتش 17500 یورو. 191 کیلومتر نهایت سرعتی که این موتور میتونه بره. 110 اسب بخاره و 800 سی سی 3 سیلندر این موتور. خب اینجا رو دیدین الان چه اشتباهی کردم. من مشخصات این موتور رو برای این موتور خوندم. حالا مشخصات همین آمبولانسیه رو دوباره واسه میخونم. قیمتش 23000 یورو. 2022 0 کیلومتر 110 اسب بخاره. 199 کیلومتر حد اکثر سرعتشه و 800 سی سی 3 سیلندره. خب چیزی رو از دست ندادیم و یه کیلومترش 8 تا کمتر گفته بودم ولی بقیه‌اش همه یکی بود. قیمتش هم 17. این 17500 یورو، اون 23000 یورو بود. تقریبا یکیه موتوراشون و قدرتشون و سیلندرشون. این دوتا با هم دیگه یکیه. چهره‌هاشون هم تقریبا یکیه. فقط اون باکس و اینایی که عقبش داره و ببین یه لحظه بیار. این باکس و اینایی که عقبش داره و طراحیش گرونش کرده دیگه. بیا حالت اگزوزشون رو بگیر از اینجا. حالت اگزوز این موتور رو بگیر. خوشگله به نظر من. میخواستیم اینجا روشن کنیم موتورا رو ولی به خاطر اینکه خیلی سر و صدا داره و آرامش این مجموعه رو به هم میریزه این کار انجام ندادیم. وگرنه بنده خدا خودشون رو حرفی نداشتن. یه دونه انوی آگوستا دیگه ایتالیا اینجاست. 24000 یورو. قیمتش شبیه نینجاه اگه دقت کنید. 2022 0 کیلومتر 800 سی سی 3 سیلندر 147 اسبیه. 173 کیلومتر نهایت سرعتیه که میره. یعنی این موتور آبرون فقط میبره دیگه، چون به قیافش میاد که یهو بشینی گاز بدی باش 240 تا سرعت بری، ولی 173 کیلومتر نهایت سرعتیه که میره.
یه انویاگو دیگه هم اینجاست 15500 یورو، 175 کیلومتر نهایت سرعتی که میره 112 اسب بخار و 800 سی سی 3 سیلندر. این موتورها گرونترین موتورای این مجموعه، به خاطر اینکه برندشون ایتالیاییه و هیچ جا توی گرجستان این موتورا ندارن، فقط همین مجموعه داره. با هم دیگه میخوام بهتون اسکوتر نشون بدم که تا حالا ندیدین. این اسکوتر تا حالا ندیدین. اسکوتر دیده بودین که 110 کیلومتر سرعت بره؟ بیا. یه برند چینی ساخته اینو ولی پرقدرت. میدونی که جنس درجه یک چینی از جنس درجه یک آمریکایی هم بهتره. یه شرکت چینی اینو ساخته، 110 کیلومتر سرعت میره، با هر بار شارژ میتونه 200 کیلومتر براتون راه بره. قیمتش هم هست $3800. حالا میگیریم $4000 4 6 تا 20 تا تقریبا 230 میلیون تومان قیمت اینه که تصمیم گرفتیم با بچه‌های پشت صحنه که یه دونه بخریم از همین این. خب خیلی به کارمون میاد. اینم همونه. این سرعتی که میره 80 کیلومتر میتونه این سرعت بره و قیمتش هم هست $2500. $2500 150 میلیون تومان میشه. خب این بود قیمت‌های این موتورها. حالا یه دقیقه بیا اینجا ببین، دو تا موتور چینی ما اینجا داریم که اینا این موتورها رو میسازن واسه اینکه شما باش بری مسافرت دیگه. باکس عقبش بگیر، با این موتورها شما کامل میتونی بری مسافرت، یعنی یه چیز عالی. بعد با یه قیمت مناسب چین ساخته اینا رو. CF موتور اینا رو زده، $9500 قیمتشه. $10,000 هم که بگیری باز مثلا میشه 550 میلیون تومان تقریبا. 800 سی سی 2 سیلندر، 225 کیلومتر نهایت سرعتیه که میره، 95 اسب بخار هم قدرت داره. این یکی هم همینجور. این کیوجیه که کیوجی موتور زده ازش، ولی فکر کنم طراحیش خیلی خوشگل‌تر از اونه. بگیرش کامل، خیلی خوشگل‌تر از CF. قیمتش $1000 از CF ارزون‌تره، $8500. 254 کیلومتر نهایت سرعتی که میره، 25 کیلومتر تقریبا از این بیشتره و 754 سی سی 2 سیلندر، 75 اسب بخار هم قدرت داره. حالا بیا اینجا رو بگیریم ما هم دیگه. بیا این چند تا موتورها هم زیاد جالب نیست که براتون نمیگمش. توی این مجموعه انواع و اقسام وسایل ایمنی واسه موتور سواری موجوده. کلاهای ایمنی رو بگیر ببین، همه جور کلاهی که واسه موتورهای ریس هست، برای استریت هست و برای موتورهای تریل. اینجا رو ببین، کلاه موتور تریله. همه جور کلاه واسه وسایل ایمنی، از لباس. و بریم با هم دیگه اونجا رو بگیریم. ببین مثلا کاپشنایی که داره، همینی که تن من هست، مثلا سفیدش میشه این که حالا سایز من نبود، دوست داشتم از این تنم کنم، با کفشم ست کنم، نشد. اینم بذاریم سر جاش همینجا بود. گفتیم مسخره ترینش رو برداریم دیگه. کاپشنایی که داره، همه چیز. ببین از دستکش‌های موتور سواری گرفته تا کلاهای مختلف. ببین اینجا رو نگاه کن، دستکش موتور سواری کامل اینجا رو نگاه کن، چون باید ایمنیتون رعایت کنید. تو فکر کن داری با اون تو 200 سرعت بری، یهو بخوری زمین، اگر وسایل ایمنی تکمیل نباشه ازت چیزی نمیمونه، تیکه پاره میشی. میخوای بریم بالا رو هم بگیریم. یه سری لباسای موتور سواری دارن، اونا رو هم منفی بگیریم. بیا اونا هم چیزای خیلی جذابیه. بریم بالا. این کلاه موتور تریل چقدر خوشگله، یه کلاه خاص و با کلاسیه. تشریف بیاریم. اینجا ببین مجموعه کامل به این میگن ها. یه مجموعه زده، هم موتور میفروشه، هم همه وسایل مورد نیاز موتور سواری رو میفروشه. از همینجا شروع کن. ببین یه کفش گذاشتن شبیه کفش اسکیه، خب ولی یکم که ما دقت کردیم اگه این کفش پات باشه، تو با 200 سرعت زمینم بخوری، مچ پات، روی پات، به هیچ عنوان هیچ اتفاقی براش نمیفته. اینو بیاین فشار بدین یکم. نمیتونید که من دارم فشار میدم ولی شما ببینید، به هیچ عنوان هیچ اتفاقی برای پات نمیفته. خب یه همچین کفشی رو شما حتما باید دو سه موتور سواری پات کنید. یا اینکه مثلا اونایی که موتور تریل سوار میشن و اون کلاهی که واسه موتور تریل اگه دیده باشیم قاب جلو رو نداره، این عینکا برای اونا مناسبه. خب بگی کاپشنا رو ببینید، کاپشنای مختلف، هر رنگی هر سایزی که بخواید. ببین مثلا قهوه‌ای رو ببینید، این مال منه ها، در آوردم گذاشتمش اینجا. خب اونورم کامل بگیر. حالا بیا اینور بریم. ببین
چه لباسیه این واسه موتور سواری؟ چرم. این خوراک میدونی چه موتوریه؟ هارلی دیویدسون. بگیر اینا رو همه رو. ببین هر چی که بخوای اینو داره، تا حتی شلوارک هم داره برای موتور سواری. ببین این چیه؟ یعنی اینو پاشون میکنم میشینم پشت موتور. خب اینجاهاشون که میزنه بیرون که چیه این آخه؟ بکنم اینو پا میکنم بشینم پشتم، نمیشه، اصلا راه نداره. این یه دونه باگ کاره. این بود این فروشگاه فوق العاده عالی. من این تکمیل ترین فروشگاه موتورسیکلتی بود که میتونستیم ببینیم. گفتم اینجا رو واسهتون یه تولید محتوا کنم که حال کنید دیگه. دوستتون دارم. لایک، شیر، سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم. بدرود.